ما وابسته به بازداشت‌هایی که نفرها را بازداشته بودند همون کمیته را تشکیل کردیم. در دوره کمیته به ما نزدیکای خیط محمدعلی، خوجای وزرف و عوض قیام‌الدین، رازق زبیدوش، سیف‌الله حکمت‌الله، قاسم‌الدین فویدخان، حسینов عمرعلی، بابایف توکل، امامov رستم، جابر رحمت‌الله رجب مراجعت نمودند. همه این اشخاص ما با ادوکات گرفتیم، تامین کردیم. ادوکات‌ها پیشنهاد کردند اوردرهای لازمه را، اوردرهایی که در اونجا حقوق اشتراک کردنشون می‌کرد با موضوع پرونده که در اونجا پیشنهاد شده بود، یعنی موضوعی که بازداشت در کدام اساس اینا رو بازداشت کردگیان، چگونه سود حربی گارنیزون شهر دوشنبه قرارهای اجازه در حبس نگاه داشتن داده است، اینا قطعی این چیزا شناخته شدند. این حال اما قرارها را به طریق نظارتی، چون که بسیار روز 20 دادگی هستند، ما بعدتر علاقه شامل شدیم. بعد 24 25 26 مورد 3 روزه که گذشته بود شکایت آوردنشون به طریق نظارتی شکایت کردیم. این مسئله ها را بعدا از نام تمام همین نزدیکای نامورده در اساس قانون جمهوری ترکستان در باره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمبخته اجراشونده و سودشونده مکتوب‌های داخلدار با نسخه شناسنامه‌هاشون پیشنهاد نمودیم که به این اشخاص اجازه داده شد، امکان داده شود که در همون دوره قانون بواسطه با نزدیکای خودشون واخورند و فهمند که چی حالت به وجود آمده است، چیکار کنند چیکار نکنند، کی را خودم آدمو توصیه میکنن از درون که آیا کدام ادوکات گیرن، آیا فعالیت ادوکات‌ها ریزا هستند یا که ریزا نیستند. بعدا به نظر پرسیدم که بسیار شخصایی که ما مراجعت کردن اونا از حالت دستگیر کردن، کوفتکوپ‌های گذرانده و غیره که ناریزا بودند، ما اینا رو همش تحلیل کرده معین کردیم که همین بسیار عملها از دایره کودکس روشنی جنایتی بیرون گذشته است که این گونه حالت ناممکن بود و مراجعه کردیم به پروکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان. چنانچه همشون قریب یک رنگ هستند. مثلا فرض میکنیم که طلبات قسم یک ماده 100 کودکس مرافعه جنایتی آیید آن میگوید که مقامات پیشبرد مرافعه سودی جنایتی که شخص را دستگیر کرده است وظیفه‌دار است در دام 12 ساعت از لحظه دستگیرکنی واقعی درباره دستگیرکنی و جای نگاه داشتن دستگیر شده یگان اعضای بالغ عائله یا خویشاوندان نزدیک رو خبردار کند یا به خود دستگیر شده امکان چنین خبردار کردن رو دهد. حالا که زیاده از 240 ساعت گذشته بود، زیاده از 10 روز بیشتر معلومات نداشتن که آدمیان در کجا هستند. میگم ما میترسیم که ما رو در همین حالت بود که گویا حالات مخفی است و هیچ کس خبردار نکنید، هیچ کدام مراجعه نکنید تا حتی نزدیکای خود ما نگفته بودیم. ما هم طلب کردیم که همین معلوم کنن که برای چی طلبات این ماده ویران شده. مقامات همه اینا رو ای بیان کردن با ماده 180 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی تشکیل اتحاد جنایتی و مقامات وقتی که از ما گرفتن دستخط آیدی هم که همین سری تفشیات بیرون برآورده نشد، ما گفتیم میدونستم اینجا جور سری تفشیات که همین مضمون و ماهیتی ایدی اعلام کرده شما علاقه از رسانه ها یعنی سرپرکاتور حربی و دیگر چیزا در فیسبوک، در دیگر سامانه ها، در دیگر روزنامه ها نشر کرده شد که گویا که اینا با اونا یعنی با نظر زده با دیگرها اتحاد جنایتی تشکیل کرده باشند. دیگر حالا نفرهای پریویلژ خودشون عموما در صادر کردن جنایت گناهگار نشماریدند و گفتن که تمام راههای قانونی را استفاده برید که همین ظلم و اونا ظلم نامبر کردن، همین حالت رو برطرف کرده شود. وقتی که ما در آمدیم دیدیم بر آن که در محبسخانه تفتیشی کدام اتاقهای کاری کمتر بودند، همه به همون نوبت می‌دار اومدن. در یک تالار کلان سیف‌الله زاده را آوردن، همون سید عمر حسینی را گرفتن آوردن در اونجا. من حمایه و یاقتی مشغول بودم، سیف‌الله زاده قطعی مشغول بود. مخدم طولاتویچ بود. سیف‌الله زاده گفت که نسبت من یگان گونه ناحرمتی، یگان گونه عذاب، شکنجه و من یگان گونه حالت رو به اون آمدگی نیست. اینا من همچون انسانی خداوند به هم میکنم تا حتی از نقطه نظری هم استیلیست که عیدی نویستگی با مفسر تعلیم داستاده بود که من اینجا خیلی است، اینجا خیلی جمله بندی باید من این خیلی باشد، دیگر گونه حالت ها. وقتی که من شخصا سوال دادم پیرا حسینов عمرعلی را که شما را چه بازداشت دادن، روز ما ایری مفتی معلومات شما را از داخل سمالیات گرفته باشند؟ گفت که نه این گونه حالت نبود. گفت من علاقه خط سرحد گذشته بودم، گفت در همونجا گفت این چیزا رو بودیم که اتوبوس با میشینیم پیش من آمدن، من شروع دعوت کردم که یک صحبت است
منم بر اومدم. بعد من گفتن بینای اوباب آوردن. در بینای اوباب مدت 3 ساعت 4 ساعت ما آزادانه همچی یک خونه خودمون اول گفت در اونجا شیشتیم صحبت کردیم. من در چای آوردن، چندین نفر آمدن من خودشون خیش تبارا گفتن که دیو خیش تبارای ما باشن در اونجا. بعدا گفت از من فقط 2 خواهش کردن. یک خواهش کردن که من اختصارانه اسیز برایم و واسطه اخباری مو یعنی تلویزیون تاجیکستان دیگر رسانه ها میاند و همین حالت بنوار گیرن که اظهارات کرد که من اسیز میبرم دیگر. من میگه فهمودم دادم که شما ابله هستید، دیوانه هستید، شما چی هستید؟ من چقدر عزیز میبرم وقتی هیچ ما در دوره قانون عمل کرده ایستاده است. همه فعالیت ما قانونی است. یکم رفتار رو که داریم ما مثلا ضد قانون نیست. بعد این فهمیدند و درک کردن که از همین عقیده من نمیگردم. در طور سری من یک خاطر رو کردن، گفت کشیدن. من گفت در همونجا گفت وقت خوب کردن، یعنی که کی میزد علاقه دیگه من نمیدونستم، میگه کدوم رای میزد یا کی نمیزد من نمیدونستم. درو یا ماشین رو گرفتن آوردن. وقتی که من در محبس خونه قدم خودم میگه که دیدم همون درد میانی که داشتم از این لط کوب و از این چیز این درد میانم علاقه در طرف شده بود. من میگم حالات گفت